السلام علیکم بینندگان محترم، هموطنان عزیز. برنامه نبض دانشگاه است که از رویداد نوگانی، ملاقات و وخوری و همایش چهاربینی ها که دوام ماه می در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان برگزار گردیدند معلومات می‌دهد. سرول شما را با محتوای خبر و گزارش ها آشنا می‌سازیم. کنفرانس بین المللی رابطه های ممالک آسیای مرکزی، حالت و دورنما، برگزاری چهاربینی ها در دایره ماهواره جوانی، پیشگیری از پدیده‌های نامطلوب، مطابق گردانی با اکریدیتاسیون بین المللی، تشکیل یارمارکه جایهای خالی کاری، توجه به سیاحی و رشد آن. این و دیگر خبر و گزارش‌ها در برنامه نبض دانشگاه. سنه‌های 30-31 می سال 2019 در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان کنفرانس بین المللی علمی و نظریوی تحت عنوان رابطه های ممالک آسیای مرکزی، حالت و دورنما برگزار گردید. هدف کنفرانس مبادله افکار عاید به حالت و دورنمای روابط اقتصادی، سیاسی، حقوقی مملکت‌های آسیای مرکزی، معین نمودن نقش و موقع منطقه در حل معماهای جهانی معاصر ارزیابی گردید. گزارش اولین برنامه از رفت همایش مذکور. تحت راهبری و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رابطه‌های دوستی و همکاری‌های گوناگون جنبه کشورمان با منطقه آسیای مرکزی گسترش و تحکیم یابد که این اقدام به اجرای هدف و وظیفه‌ها همچنین رفع مشکلات مشترک روانه گردیده است. کنفرانس بین المللی علمی نظریوی رابطه‌های کشورهای آسیای مرکزی، حالت و دورنما که سنه‌های 30-31 می سال 2019 در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دایر گردید، به خاطر عملی نمودن سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در سمت گسترش همکاری‌ها با منطقه آسیای مرکزی راه اندازی کردید. در کار همایش نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق، تشکیلات‌های بین المللی، کارشناسان، عالمان، کارمندان مؤسسه‌های علمی و تعلیمی کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و فدراسیون روسیه، کنسول گنرالی فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان در شهر خوجند اشتراک داشتند. کنسول گنرالی فدراسیون روسیه در شهر خوجند اندری وارلاموف، راهبر مرکز علم و فرهنگ روسیه در شهر خوجند ایوان سرگیویچ، نماینده ولایت اوش قرقیزستان در ولایت سوق اسکرالی میر محمدوف، کنسول گنرالی قزاقستان در شهر خوجند ملیک عدیلخان، دیرکتور انستیتوت مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه فدرالی قزان رامیل خیرالدینوف، پروفسور کافدر اکسپرتیز اقتصادی و مانیتورینگ مالیوی دانشگاه تکنولوژی روسیه مانان حسینوف، معاونان رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان عاید به رابطه‌های بین المللی دوران باباجانوف عاید به علم و اینواسیون تورقل رضاقلوف معروضه نمودند. همزمان در دایره کار کنفرانس از روی سمت‌های و همکاری‌های بین المللی مملکت‌های آسیای مرکزی در رشد و تکامل قانونگذاری ملی در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و تامین امنیت منطقه، نقش دولت‌های آسیای مرکزی در حل معماهای جهانی معاصر، سمت‌های اساسی رابطه‌های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار، زیاده از 100 معروضه‌ها در 4 بخش محاکمه گردیده، ترینینگ تحت موضوع ترغیبات افراطی، آسیب‌پذیری جوانان گذرانیده شد. در دایره کاری کنفرانس حالت و دورنمای رابطه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی مملکت‌های آسیای مرکزی، نقش و موقع منطقه در حل معماهای جهانی معاصر معین شده، به تحکیم مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های سودمند عالمان و محققان کشورهای آسیای مرکزی زمینه مساعد فراهم گردید. Вопросы, которые мы сегодня поднимали, они касаются судьбы не только региона, но самое главное судьбы Евразийского континента, потому что, на мой взгляд, на взгляд специалиста, историка, специалиста-международника, Центральноазиатский регион на сегодняшний день является ключевым для развития взаимоотношений между странами Евразийского континента.
همساله به استقبال روز جوانان تاجیکستان در سراسر مملکت ماه می ماهواره جوانی اعلان گردیده با اشتراک وسیع جوانان چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی و ورزشی تشکیل و برگزار کرده می‌شوند. جوانان و دانشجویان دانشگاه نیز در این چاره‌بینی‌ها فعالانه شرکت ورزیدند که گزارش نوبتی برنامه از رفت آن معلومات می‌دهد. بخشیده به افتتاح رسمی روز جوانان تاجیکستان و ماهواره جوانی در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان چاره‌بینی با شکوه تحت عنوان جوانان پیرو پیشوای ملت برگزار گردید. رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده جوانان را شادباش گفته ذکر داشت که توجه و دستگیری حکومت مملکت به خصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت جوانان سال از سال افزون می‌گردد. چاره‌بینی با شکوه محض به خاطر سرجمعی و اتفاقی جوانان تشکیل کرده شده است. در ادامه چاره‌بینی متنتن سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند و دیگران برآمد نموده تمام جوانان و دانشجویان دانشگاه را به مناسبت روز جوانان تاجیکستان شادباش گفتند. در قسمت دوم چاره‌بینی برای بلند خاطری اهل نشست ترانه و رقص‌های دلنشین از جانب سرایندگان محبوب ولایت سپیدین رجبزاد، شهرت رسول و دسته‌های هنری آشیان مهر، پرواز استعداد و گروه رقصی خوشقران پیشکش گردید و دانشجویان و استادان تا درگاه شادمانی کردند. سنه 19 می سال 2019 بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در مرکز ولایت چاره‌بینی‌های ورزشی دوی ملی و ماراتون ولسپدرانی گذرانیده شد. در این چاره‌بینی‌های ورزشی بیش از 3000 دانشجویان و استادان و کارمندان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با شعار آویزه‌های وطن‌دوستانه فعالانه اشتراک کردند. در مراسم جنبسته چاره‌بینی‌های ورزشی با غالبان تحفه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت را تقدیم گردید. همزمان به افتخار روز جوانان زیاده از 1500 نفر استادان دانشجویان و کارمندان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و با شعار آویزه‌های وطن‌دوستانه و پرچم‌های خرد و بزرگ راهپیمایی نموده به تئاتر دولتی مسحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی رهسپار شدند. ما همچنین یک تن جوان خوشبخت از آن هستم که در چاره‌بینی‌های جمعیتی و بیرون از دانشگاهی فعالانه شرکت می‌ورزیم و این همه چاره‌بینی‌ها بهره بلندبرداشتن حس وطن‌دوستی جوانان، ترغیب طرز حیات سالم، بیگاهی و بلند برداشتن زیرکی سیاسی جوانان روانه گردیده است، زیرا که در شرایط امروزه بعضی از گروه‌های ناخلف می‌خواهند جوانان ما را به هر گونه حزب و حرکت‌های ارتجاعی شامل سازند و ما از همین گونه تشکیل راهپیمایی‌ها و تجلیل روز جوانان در سرتاسر کشور زمان این پیشگیری از عامل‌های نامطلوب است. کل جوان تاجیکستان دعوت به عمل می‌آورم که زیر سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سرجم باشند برای حمایت این مرزوبون، برای گلگلشوفی وطن از زمان و در جامعه جهانی بلند برداشتن آبروی تاجیکستان صاحب زخال کمر همت بندند. اشتراکچیان راهپیمایی در قطار دانشجویان، جوانان فعال شهر و ناحیه‌های ولایت و ساکنان و مهمانان برنامه رنگین کنسرتی پیشنهاد نموده اهل فرهنگ ولایت را به افتخار روز جوانان تماشا کرده جزای معنوی گرفتند. در جنبست ماهواره جوانی در وضعیت تنتنوی دانشجویان و استادانی که در چاره‌بینی‌های بخشیده به روز جوانان مسابقه‌های ورزشی دانشگاه و ولایتی و جمهوری اشتراک فعالانه کردند با تحفه و سپاسنامه‌های رئیس دانشگاه قدرشناسی گردیدند. در این روز همچنین به دانشجویانی که به گرفتن ادرارپلی ریاست دانشگاه کامیاب گردیده بودند استیپندیاها تقدیم کرده شد. دوام ماه می هیئت کمیسی اکسپرتی بیرونه برای گذرانیدن اکریدیتاسیون بین المللی به دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان تشریف آوردند. گروه کاری اختصاص‌های اکریدیتاسیون شونده را مورد سنجش و آموزش قرار داده خلاصه های ضروری خود را پیشنهاد کردند. گزارش نوبتی برنامه از رفت فعالیت کمیسی اکریدیتاسیونی معلومات بیشتر می‌دهد. در ارتباط به این در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان سنه‌های 15-17 می سال 2019 کمیسی اکریدیتاسیونی از دولت‌های خارجی وضع آمادگی برای از اکریدیتاسیون بین المللی گذرانیدن چند از اختصاص‌های عمل کننده را تحلیل نمودند. تشکیل ملاقات و صحبت‌ها با هیئت رهبری کننده، استادان، دانشجویان و ختم کنندگان دانشگاه، شناسایی با شرایط فراهم آورده شده برای تعلیم و تربیت دانشجویان در بناهای تعلیمی،
مجمع ورزشی، کتابخانه، مرکز تستی، مرکز اروپا، لابراتوری اینواسیونی و آثارخانه، قبول پرسشنامه از هیئت پروفسوران و استادان و دانشجویان، اشتراک به درس‌های هیئت استادان و پروفسوران، بازدید از تشکیلات و اداره‌هایی که دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان تجربه آموزیشان را سپری می نمایند. از آن جمله جمعیت دارای مسئولیت محدود تشکیلات امانتی قرضه خردی متین، مرکز علم و مدنیت فدراسیون روسیه در شهر خوجند و شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند، همچنین ملاقات با رهبران اداره و مقامات مذکور از جانب کمیسی اکسپرتی با مقصد آگاهی یافتن از شرایط تعلیم، فراهمی واسطه‌های معاصر تکنیکی، شرایط اجتماعی آموزگاران، قانع کننده بودن یا نبودن مواد فراگیر کتابخانه علمی و الکترونی، درجه تامینات مشغولیت‌های درسی با متخصصان صاحب تجربه، تهیه کتاب‌های درسی، کامپلکس های تعلیمی متدی، لغتنامه ها، دستورهای تعلیمی و عیانیت ها و صفت آنها، سطح دانش دانشیان در مجموع استفاده اصول های پیشقدم تعلیم انجام دادند. از روی خلاصه های پیشکی کمیسی اکسپرتی فعالیت دانشگاه را در سمت آماده کردن متخصصان صحوی، استفاده تکنولوژی های اینواسیونی در جریان تعلیم، مناسبت و فعالیت خوب هیئت استادان و پروفسوران و حاضر جوابی دانشجویان، موقع گیری ختم کنندگان در بازار مهنت، نقشه های دورنما که با مقصد تقویت جبهه های گوناگون فعالیت دانشگاه کاربست شدند مثبت ارزیابی کرده، توصیه های پیشنهاد شده برای باز هم بلند برداشتن صفت تحصیلات، معرفی دانشگاه در سطح جهانی و از اکریدیتاسی بین المللی گذرانیدن اختصاص های دانشگاه مساعدت خواهند کرد. یکی از هدفهای محوری دولت و حکومت تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با جای کار دائمی تامین نمودن اهالی و به شغل فرا گرفتن ساکنان می باشد. در این زمینه با تشبث دانشگاه در همکاری با تشکیلات و اداره های دخلدار یارمارکه جایهای خالی کاری دایر گردید. با جای کاری دائمی تامین نمودن اهالی یکی از هدفهای اساسی حکومت مملکت به حساب می رود. در این زمینه با تشبث دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در همکاری با شورای اتفاقهای کسبی ولایت سوق، ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت سوق در صحن میدان ریگستان بازار پنجشنبه شهر خوجند با مقصد رشد کسبیت ختم کنندگان و به جای کاری تامین نمودن آنها بخشیده برای جوانان تاجیکستان یارمارکه جایهای خالی کاری دایر گردید. در یارمارکه همچنین نمایندگان تشکیلات اداره ها، مؤسسه های بانکی شرکت نمودند. در یارمارکه جایهای خالی کاری رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان پروفسور مومن شریفزاده سخن کرده ذکر نمود که یکی از هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جای کاری دائمی فرا گرفتن اهالی مملکت و به شغل فرا گرفتن آنها می باشد. هدف تشکیل یارمارکه مذکور نیز با جای کاری تامین نمودن ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و شغل فرا گرفتن ساکنان ارزیابی گردید. در امروز یارمارکه از جانب کارخانه و مؤسسه های حدود شهر خوجند، شهر و ناحیه‌های گلستان، بوستان، باباجان، غفورов و استقلال زیاده از 1350 جایهای کاری خالی با مزد معاشی از 400 تا 1700 سومانی را پیشنهاد نمودند که امروز من باوری دارم شهروندان بیکار به خود جای کاری موافق را پیدا می‌نمایند. در یارمارکه مذکور 1358 جای کاری خالی پیشنهاد شد و 250 نفر برای صاحب شدن به جای کاری دائمی راحت گرفته 126 نفر برای کسب آموزی نامنویس گردیدند. در یارمارکه ولایتی جایهای کاری خالی همچنین نمایش و فروش محصولات هنرهای مردمی به راه مانده شد که اشتراکشان از رفت آن دیدن و خریداری کردند. ما امروز از اقدام پیش گرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیلی شاد و ممنون هستیم و میnnatdاری خیش را به
محترم رجب‌های احمدزاده به رئیس ولایتمان می‌رسانم که برای ما دانشجویان چنین امکانیت‌های فراهم آورده در چنین روز یارمارک‌های جای کاری خالی را تشکیل کرده ایستادند که ما جوانان دانشجویان می‌توانیم به واسطه در این یارمارک‌ها اشتراک نموده صاحب جای‌های کاری گردیم و همچنین متخصص ورزیده ساحه خود به خلق و وطن عزیز خویش صادقانه خدمت کرده باشیم. قید گردید که این قبیل یارمارک‌ها امکان می‌دهد که هرچی بیشتر کارجویان صاحب جای کاری گردیده صف بیکاران کم کرده شود. برنامه فرهنگی دسته هنری آشیان مهر دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به فراغت ساکنان شادی دیگر ضم نمودند. دوام 2 سال اخیر در مملکت توجه به ساحه سیاحی بیشتر گردیده رشد ساحه نیز به نظر می رسد. با نظرداشت رشد و اهمیت ساحه سرور دولت پیشوای ملت امام علی رحمان سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. در این زمینه در دانشگاه میز مدور ولایتی دایر گردید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضمن ارائه پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. در این زمینه در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان میز مدور ولایتی در موضوع سیاحی و زمینه‌های نو همکاری دایر گردید. میز مدور با تشبث فاکولته سیاست شناسی و مناسبت‌های بین الخلقی برگزار گردیده در آن رهبران و نمایندگان شعبه سیاحی ولایت سوخت، پلات سودا و صنعت ولایت، شرکت جمعیت دارای مسئولیتش محدود سامان ایر، جمعیت دارای مسئولیتش محدود بهارستان، مؤسسه دولتی قرارگاه سرور دولت، مهمانخانه وحدت، مجله گیت تاجیکستان و استادان و دانشجویان شرکت نمودند. در چاره‌بینی نمایندگان و رهبران شرکت و اداره‌های با نفوذ ولایت و استادان و دانشجویان صحبت آزاد و آشکارا کرده راجع به موضوعهای سیاحی تاجیکستان با اعلام گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی، امکانات‌های فراهم آمده در رشد ساحه، عامل‌های بر رشد سیاحی تاثیررسان و راه‌های جلب شهروندان به سیاحت داخلی اظهار نظر کردند. از جمله معروضکیان بهبودی بخشیدن به انفراساختار ساحه، سبکی از پرداخت انداز در سطح بلند از خود نمودن زبانهای خارجی را عامل مهم برای بهتر نمودن وضع خدمت رسانی، جلب بیشتر سیاحان به کشور بهشت‌آسایمان و رشد این ساحه درآمدناک معنی داد کردند. برگزاری این قبیل میزهای مدور و همایش‌ها و کنفرانسی‌های سطح بلند وابسته به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 در دانشگاه با مرام ادامه خواهد کرد. مقصد برگزار نمودن این چاره‌بینی یعنی میز مدور پیش از همه بخشیده به انهمین پیام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بخشیده شده است که ما خواستیم یک اندازه سهم خود را به انهمین پیام گذاشته باشیم. کروپسیا یکی از پدیده‌های نامطلوب جهان معاصر شناخته شده مقاومت به آن کاری دست جمعانه را تقاضا می‌نماید. با مقصد پیشگیری از این پدیده‌های نامطلوب در دانشگاه چاره‌بینی‌های مختلف منتظم راه اندازی می‌شوند. در اساس نقش چاره‌بینی‌های دانشگاهی جهت تطبیق نشاندادهای استراتژی مقاومت با کروپسیا برای سال‌های 2013-2020 که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 30 آگوست سال 2013 تصدیق کرده شده است، در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان چاره‌بینی دایر گردید. در چاره‌بینی نمایندگان مقامات حفظ حقوق و استادان و دانشجویان شرکت ورزیدند. ملاقات را رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده افتتاح نموده افزود که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در هر مورد سازگار دقت اهل جامعه را نسبت ضرورت مبارزه دست جمعانه به مقابل پدیده‌های نامطلوب روانه می‌سازند. مبارزه بر ضد کروپسیا تنها در آن مورد نتیجه بخش شده میتواند که اگر هر یک عضو جامعه با پدیده‌های نامطلوب با استفاده از تمام امکانات موجوده مقاومت نشان دهد. تنها در صورت فراهم آوردن فضای آشتی ناپذیر نسبت ظهورات کروپسیونی، مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر ما میتوانیم به نشان دهنده‌های مثبت نائل گردیم.
سپس دانیار سنگینوف داتسنت مدیر کافدرای حقوق صاحبکاری و تجارتی دانشگاه ملی تاجیکستان پیرامون بعضی عامل‌های کروپسیونی در بخش فعالیت صاحبکاری، شویره متولیان مایور ابلیا سردار شعبه پیشگیری کروپسی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت دایر به مضمون و محتوا و هدف استراتژی مقاومت با کروپسی برای سالهای 2013-2020 شهرجان عبدالله‌زاده سردار شعبه ریاست اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت اید به پیشگیری گردش غیر قانونی مواد مخدر و سابقه‌دار اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند حاتم عبداللهویچ برآمد نمودند. ضمن سخنرانی‌ها ذکر گردید که عمل‌های کروپسیونی، حادثه‌های تروریستی و اکسترمیستی و گردش غیرقانونی مواد مخدر از ظهورات نامطلوب میباشد که به پیشرفت دولت و جامعه تأثیری منفی میرساند. بنابراین دعوت به عمل آورده شد که بهر مقاومت با این پدیده‌های خطرزا تمام شاخه‌های حاکمیت و جامعه شهروندی باید مبارزه دسته‌جمعانه برند. در قطار برگزاری چاره‌بینی‌های مختلف جهت مقاومت با پدیده‌های نامطلوب دایر نمودن آزمون‌های مقاله بهترین در موضوع آینده جامعه در دست توست با کروپسیا مقاومت نما بین دانشجویان دانشگاه و رسم بهترین در موضوع کروپسیا از نگاه من بین خوانندگان لیسه دانشگاه از تدبیرهای مفید بود که در انتها نتیجه گیری و جنببست شد. ریاست دانشگاه حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان درباره مقاومت و پیشگیری کروپسیا بسیار تدبیرهای مشخص اندیشیده ایستادند و یکی از آنها اعلان نمودن آزمون پوبلیسیستی بهترین درباره آینده جامعه در دست توست با کروپسیا مقاومت نما می باشد و من در این مقاله بهترین اشتراک نمودم و جای اول را سزاوار گشتم. غالبان آزمون مذکور با مکافات پولی و افتخارنامه‌های ریاست دانشگاه قدرشناسی شدند. محققان جوان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در برابر اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی و غالبیت در آزمون‌های ولایتی و جمهوری همچنین صاحب کتاب میباشند. در کتابخانه دانشگاه و مناسبت روز جوانان تحت عنوان جوانان در پیرهی علم و معرفت کتاب‌های تازه نشر محققان جوان دانشگاه معرفی گردید. چاره‌بینی را رکتور دانشگاه افتتاح بخشیده محققان جوان را به کتابخانه و انشای آن دعوت کرد. امروز حکومت دولت خصوصا سرور دولت اساسگار دولت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امین رحمان و جوانان و فعالیت جوانان خصوصا به جوانان فعال توجه خاصه ظاهر می نمایند و همیشه تحت سرپرستی و همکاری سرور دولت هستند و این افتخاری هر یک جوانان سعادتمند کشور می باشد. سپس عنوانجوی فکولتت حقوقشناسی اسمت جان جمعیف که مؤلف کتاب اساسهای دولت و دولتداری از نظر پیشوای ملت امام علی رحمان می باشد معروضه کرده ابراز داشت که اثر نوشته‌اش انعکاسگر خدمت‌های شایان سیاستمدار برجسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در راه بنیاد و تحکیم دولت صاحب استقلال و دموکراتی و حقوق بنیاد می باشد. مقصد اساسی من همچون دانشجو یا همچون علمی جوان به رشته قلم آوردن فعالیت پرمسئول پیشوای ملت در آن ذکر می‌گردد که هم از نگاه جوان که در دیگرگونی‌های بسیاری مقیاساً بسیاری مثلا به استقلالت رسیدن، صلح و وحدت را به دست آوردن، رشد اقتصادی دیدن، بعد همچون تاجیکستان مستقل و یگانه معرفی کردن تاجیکستان در عرصه بین‌المللی که خدمت به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی میباشد، همچون از نگاه جوان به همسالان خود انعکاس کردن علمی خدمت‌های پیشوای ملت بود. در ادامه دانشجوی بخش سیوم فکولتت بیزنس و اداره‌کنی نازل کریمووا با نام جهانبینی اقتصادی دانشجوی سال چهارم فکولتت حقوقشناسی کریمبردی کریموف تحت مجموعه صنعت‌های معیاری زیرقانونی در سایه حفظ محیط زیست در جمهوری تاجیکستان و دانشجوی سال پنجم فکولتت سیاستشناسی و مناسبت‌های بین‌الخلقی ذوق‌الدین رستمزاده با نام سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی
کتاب‌های تازه نشر خود را معرفی نمودند. در رفت معرفی ادبیات تازه نشر، مؤلفان از مضمون و محتوا و اهمیت و مهمیت کتاب‌های تألیف کردهشان حرف زدند. در انتها ذکر شد که دیگر دانشجویان به این محققان جوان پیروی نموده و آموزش عمیق اختصاص خود پرداخته به نوشتن مقاله‌های علمی و تحقیقاتی و انشای کتاب‌ها در رشد علم سهمگذار باشند. بینندگان عزیز، این بودند خبر و گزارش ها که دوام ماه می در دانشگاه به وقوع پیوستند و آن را منظور شما نمودیم. شما می توانید خبر و گزارش های ما را از سامانه رسمی دانشگاه مطالعه نمایید. تا رسیدن خبر و گزارش های نو، خیر شاد و سلامت باشید.